رئیس کمیته تفتیشات روسیه الکساندر باستریکین که با سیاست آشکارای ضد مهاجران نام برآورده است، جریان سنجش ویدیوی بلاگر تاجیک عثمان، مجری کانال پرمخلص تاجیکان شو را تحت نظارت خود گرفته است. عثمان اخیراً در یک ویدیو در کانالش که بیش از 800,000 ابونشی دارد از مهاجران دعوت کرده است که تا بود و باش خود را در روسیه از طریق دریافت بلیط‌های دانشجویی رسمی گردانند. روز 16 میلیون سال 2024 سرایست تفتیشات شهر سانت پتربورگ در تلگرام کانالش خبر داد که بنا به معلومات نشر شده در شبکه‌های اجتماعی یک بلاگر تاجیکستانی مقیم سانت پتربورگ در صحیفه‌اش پیرامون روی صادر کردن عمل‌های غیر قانونی از جمله در بخش مهاجرت معلومات داده است. مقامات تفتیشاتی سانت پتربورگ در رابطه با این قضیه سنجش قبلی از تفتیشات آغاز کردند. رئیس کمیته تفتیشات روسیه به اجرا کننده وظیفه رهبری سرایست تفتیشات شهر سانت پتربورگ بابکوف امر داد که درباره جریان این سنجش و تفصیلات معین شده به او اصابت بدهند. گفته می شود در اطلاعیه سرایست تفتیشات شهر سانت پتربورگ در اطلاعیه‌اش نام بلاگر را افشا نکرده است، ولی بنا به اطلاع تلگرام کانال های روسیه سخن درباره بلاگر شناخته تاجیک عثمان می رود که حالا در پتربورگ به سر می برد. ویدیو جنجال برانگیز عثمان را روز 15 میلیون سال 2024 در تلگرام کانال دیو دیونیا نشر کردند و از مقامات روسیه خواستند تا نسبت به این بلاگر تاجیک چاره‌جویی کنند. بلاگر تاجیک که در سانت پتربورگ زندگی می کند در صفحه‌اش در اینستاگرام که 800,000 ابونشی دارد نقل می کند که چگونه از فریب دادن اداره مهاجرت کیف می کند. بعد امر کراکوس پتنتگیری خیلی مشکل تر شد. دادن پتنت را اول من کردند و بعد از سر گرفتن دائم در بازه میزنند و از این رو گرفتن پتنت با اسناد بردروغ که گویا در کارخانه امکی توره کار میکند ناممکن شد. مهاجران راه خلاصی از این حالت را هم یافتند. سند دانشجویی بلاگ رقم تلفن را نشان میدهد که با این رقم شما مصلحت میکنید تا در عوض پول شما را همچون دانشجو رسما گردانیده حجت دانشجویی بدهند. شرط نیست که شما به درس روید. تحصیل بر دروغ است، ولی پلیس دانشجویان را تفتیش نمی کند. نوشته از کانال دیو دیونیا خود عثمان برای شرح این قضیه دسترس نیست، ولی در ویدیو نشر کرده کانال دیو دیونیا او با زبان گفتگویی آمیخته روسی تاجیکی به مهاجران مراجعت می کند که این ویدیو را در داخل بنا یک آموزشگاه پتربورگ ثبت کرده ایستاده است. از بس که پتنت کردن بسیار مشکل شده است، توصیه دیگر من بلیط دانشجویی است. میگوید بلاگر خطاب به مهاجران تاجیک. او سپس یک رقم واتساپ را در زیر این نوار نشان میدهد و از مهاجران دعوت میکند که به همین بچه‌های خودمان به یگان ترس مراجعت کنید، کارتان حال است. بلاگر تاجیک سپس حجت‌های یک جوان رشدار را نشان میدهد و میگوید حجت‌های بسیاری از بچه‌ها لکه تیار شده است. او به مهاجران مشورت میدهد که بعد دریافت حجت دانشجوی خود را بای نداده با باوری سندشان را به کارمندان مقامات نشان بدهند و با دل پر بگویند که من دانشجویم. این ویدیو عثمان در حالی است که مهاجران تاجیک میگویند بعد حمله تروریستی ماه مارس در کراکوس گرفتن پتنت در شهر پتربورگ و ولایت لنینگراد برای زادگان تاجیکستان خیلی مشکل شده است.